که یعنی کشور رو دوست داشتن یا وطن رو دوست داشتن از نظر اسلام چگونه هست؟ حکمتی هست میگه حب الوطن من الایمان، دوست داشتن وطن از ایمانداری هست. مسلمانی باننگ آر و ناموس اون زادگاهش، وطنش، کشورش، ملتش، دولتش رو دوست می‌دارد و برای آبادی و آرامی و پیشروی و ترقیات اون وطن و کشور رو از حدود عائله شروع کرده، از حدود عائله، از خانه شروع کرده تا محیط و تا وسیع‌تر و تا وسیع‌تر و وسیع‌تر وطن و کشور، این همه برای آبادی سعی و تلاش و کوشش و مهنت و زحمت بکشد. قبل از همه نیت نیک داشته باشد، قلبی صاف و پاک داشته باشد. شما دیدید انسانی رو که دائم برای ناآرامی و ناکامی و غوغا